امروزم گشنمونه. الهی به امید تو. آقا اشکال نداره بشینم من اینجا؟ بیشی کاکو راحت دمت گرم. ببخشید. خواهش می‌کنم. یه کمی ساندویچ میدی ما هم بخوری؟ کاکو یه تیکش بکن بخور. دمت گرم. یه تیکش که کم کاکو همش میخورم. مرسی. بعد این معرفت. راستیتش تازه از باشگاه اومدم بیرون. بعد کالری هم زیاد سوزوندم. ببخشید. آی سس سیر و سس قارچ هم من دوست دارم. مرسی. نه که هزینه مکمل و یه چیزا گرون شده، بعد دیگه باید یه جوری خرجا رو پوشش بده، مجبورم. ببخشید. حالا کاکو چرا پوزت میره تو هم؟ یه ساندویچ خب بیشتر نی، ماشین خب نبردیم. کاش کاکو درد من فقط همین ساندویچی بود. بخور نوش جونه بخور. و دردت چیه کاکو؟ چی کاکو؟ یه درگیری کوچیکی تو خونه داشتم زدم بیرون، یه خورده فقط اعصابم خورده. چیز خاصی نیست. چطور شده؟ تعریف ببینم چطور شده؟ حقیقتش یه سموی دخترون یه دوچرخه برام بوسون، پول رو پول جمع نمیشه، قسط بدهی. کاکو دورت بگردم، ناراحتی نداره که. فردا میریم به امید خدا، هر رنگ و هر سایز و هر چیزی که خواستی بگید، مهمون خودم. قصه نخور. نه کاکو من این حرفا رو نزدم که شما بیایی الان کار بکنید. دم مرامت گرم، دم معرفتت گرم، ولی اصلا خدا وکیلی مردون من اینا رو نگفتم. تاج سر شما، من مدیر اینجا هستم. بعد شما از طرف مجموعه این کادو رو ما بهتون میدیم. اوکی؟ قبول کنید و دیگه بحثی نباشه. عزیزم اینجا بغل بده، ناراحت نباش. اینجا عزیزم.